با رئیس ستاد جمهوری اوید به پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس قاهر رسولزاده و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان جمالالدین عبدالله‌زاده امروز از تمام مناطق تاجیکستان مخصوصا شهر دوشنبه بیشتر سرایت یافتن مردم را از کرونا ویروس میشنویم. مرگ هم کم نیست که در بینشان شخصیت های کشورند. این خبرهای ناخوش هر لحظه دل ما ساکنان را تیره میگرداند. در رابطه با این با رئیس ستاد جمهوری اوید به پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس قاهر رسولزاده و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمالالدین عبدالله‌زاده چند پیشنهاد داریم که اگر قابل قبول دانند به منفعت خواهد بود. یکم در طرفخانه، آشخانه، بازارها و عموما مرکزهای خدمت رسانی که کارمندانشان اگر واکسینه ضد کرونا ویروس را نگرفته باشند موقتا بسته شود، زیرا محض در همین مکانها انبوه زیادی آدمان جمع می آیند. دوم، در سراسر تاجیکستان 2 هفته کرانتین اعلان کرده شود تا تمام جاده ها با محلول های ضد ویروسی پاککاری کرده شود. و خوب در یاد داریم سال 2020 اوج بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان را. تمام مکان های تاجیکستان از محلول ها تازه کاری می شدند و در یک مدت کوتاه موج این بیماری پس شد. حالا که خروج این بیماری اوج دارد چرا به حوصلگی کنیم؟ ما از ایده ساکنان شهر و نواحی نیز سرگیله هستیم که قاعده های عادی را رعایت نمی کنند، نقاب نمی بندند، از محلول های آنتی سپتیکی استفاده نمی کنند و در جایهای جمعیتی فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند. در پیش جشن‌های زیاد از جمله 30 سالگی استقلالیت دولتی همایش‌های بین المللی در شهر دوشنبه برگزار می گردد. بهتر است که علاج واقعه پیش از وقوع صورت گیرد.